لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ الله تعالی روز قیامت را توصیف کرد. الله عزوجل فرمود آن روز روز سختی خواهد بود. سپس گروهی از مردم را تبیین کرد که آن روز بر آنها دشوارتر خواهد بود. پس فرمود و برای کافران آسان. چگونه میتواند انسان که روزهای سخت قیامت را بر خود آسان کند؟ سلام و صلوات الله بر او باد فرمود هر کسی که یک گرفتاری از گرفتاری‌های دنیا را بر مؤمنی آسان کند، الله یک گرفتاری از گرفتاری‌های روز قیامت را بر او آسان خواهد کرد. الله یک گرفتاری از گرفتاری‌های روز قیامت را بر او آسان خواهد کرد. برانگیختن و ترس یک گرفتاری است. عبور از صراط یک گرفتاری است. باریکتر از مو و برانتر از شمشیر و دارای رباینده هایی است که مردم را می رباید. نمایش دادن اعمال بر روی بنده یک سختی است. میزان. آیا خوبی ها یا بدی هایم سنگین تر می شود؟ سختی است. سوال کردن از اعمال خود که چرا این چنین و آنچنان کردی؟ کم بودن بدیها یا زیاد بودن آنها سختی است. چگونه انسان میتواند این گرفتاری ها را بر خود آسان کند؟ اهل علم یادآور شدند که قضیه به دو قسمت تقسیم می شود. یا اینکه یک سختی را به صورت کامل از برادر مؤمن خود برطرف کند، یا اگر نمیتواند آن را برطرف کند، آن را بر او آسان کند. مثلا بر انسانی 1000 تا بدهی داشته باشد و نتواند آن را ادا کند و طلبکارا اون را در همه جا ذلیل می کنند و آبروی او را در همه جا برده باشند و تو نمیتوانی که 1000 تا به او بدهی، ولی میتوانی 200 یا 300 تا به او بدهی و بگویی که این را به آن مرد بده تا اینکه بقیه رو حتی اگه شده برای 2 یا 3 ماهی تعجیل کنه. تو سختی را بر او برطرف نکردی ولی آسان کردی. و این چنین سلف این کار را انجام میدادند. عبدالله ابن مبارک وارد یک شهری شد و هنگامی که وارد شهر می شد، احوال مردم این شهر را جویا می شد و با آنها می ایستاد و در مورد قضایای آنها تأمل می کرد و بیشتر قاصد طلاب علم بود و در آنجا درس می داد. هرگاه او به آن سرزمین مسافرت می کرد، جوانی وجود داشت که به سویش می شتافت و در درسهای او حاضر می شد و به عبدالله ابن مبارک خدمت می کرد. پس یک بار آن جوان در درس‌های عبدالله ابن مبارک غیبت کرد. پس وی در مورد او سوال کرد و به او گفته شد که به خاطر قرض به زندان افتاده. پس هنگامی که تدریس او به پایان رسید، در مورد طلبکار سوال کرد و به سوی او رفت و بدهی او را پرداخت کرد و گفت به این شرط پول را به تو می‌دهم که این جوان بجز در کنار خانواده خود امشب جای دیگری نخوابد. این پول توست و این جوان نباید در جایی بجز نزد خانواده خود بخوابد. طلبکار پول را گرفت و به زندان رفت تا آن جوان را آزاد کند و عبدالله ابن مبارک از آن دیار خارج شد و به آن طلبکار خبر نداد که او کیست و اسم او چیست. سپس هنگامی که رفت و یه مقداری دور شد، آن جوان خارج شد و به او گفتند که عبدالله ابن مبارک اینجا بود و در مورد تو سوال کرد و آن جوان ندانست که چه کسی قرض او را داده بود. پس خارج شد و به دنبال عبدالله ابن مبارک راه افتاد تا اینکه در وسط راه به عبدالله ابن مبارک رسید و به او سلام کرد. پس عبدالله ابن مبارک از او سوال کرد که چه عجب،
گفت که به خاطر بدهی در زندان بودم و یک مردی که الله به او جزای خیر بدهد تمام بدهی من را پرداخت کرد. پس عبدالله ابن مبارک گفت که برای او دعا کن. ابو حنیفه همسایه‌ای داشت که فاسد بود و هر شب مست میشد و آواز میخواند که من را از دست دادند و نمیدانند که چه جوانمردی را از دست دادند. تو را از دست دادند؟ این طبیعی است که تو را از دست بدهند. تو نه انسان مجاهد و نه عالم و نه خطیب و نه دکتر و نه انسان با منفعتی هستی. تو خود را از دست دادی، نه مردم تو را. مستی و میگویی که من را از دست دادن. چه خواهند کرد اگر تو را پیدا کنند؟ چه سودی از تو نصیب آنها خواهد شد؟ این طبیعی است اگر آنها تو را از دست بدهند. او همچنان میگفت که مرا از دست دادند. ابو حنیفه او را نصیحت میکرد و با او سخن میگفت، ولی او از او قبول نمیکرد. در یک از شبها ابو حنیفه به خانه خود برگشت و فریاد دوست خود را که هر شب میشنید نشنید. پس به خانواده خود گفت که ای جماعت، این مردی را که هر شب ما میشنیدیم که میگفت مرا از دست دادند و چه جوان مردی را از دست دادند، صدای او را امشب نشنیدم. به او گفتند همانا الله ما را از دست او راحت کرد و به خاطر بدهی به زندان افتاد. به سبب بدهی به زندان افتاد. پس ابو حنیفه در شب از رخت خواب خود برخاست و به زندان رفت و به صاحب زندان گفت که طلبکار کیست؟ به او گفت که فلان شخص است. به نزد طلبکار رفت و پول را به او داد. سپس به زندان برگشت و گفت که دوست ما را آزاد کن. پس او را از زندان خارج کرد. ابو حنیفه دست او را گرفت و با او شروع به راه رفتن کرد و گفت که مرا از دست دادند و نمیدانند که چه جوان مردی را از دست دادند. آیا فکر میکنی که ما تو را از دست دادیم؟ آسان کردن گرفتاری ها بر مساکین و ایتام بدون شک خیر است. بعضی وقتها دانشجویانی در دانشگاه پیدا میشن که خیلی درس خون و زرنگ هستند و ممکن است یک ترم کامل بگذرد در حالی که نمیتوانند شهریه دانشگاه خود را پرداخت کنند و به او اخطار دادند و سپس ترم دوم بعد از آن نیز سپری شده و شهریه را پرداخت نکرده. پس به او اخطار دومی داده شد. پس ترم جدید شروع شده و او را از ثبت نام درس‌های جدید منع کردند. من از واقعیتی صحبت می‌کنم که خود آن را دیدم. او را منع کردند که ثبت نام کند. چرا که او پول 2 ترم گذشته را پرداخت نکرده است. به او گفتند که نمی‌توانی. به این معنی که نمی‌توانی این ترم درس بخونی. در حالی که او درس‌خوان است. پس چه پاداش بزرگی برای کسی است که به دانشگاه بیاید و در مورد امثال این دانشجوها سوال کند و خود بدهی آنها را پرداخت کند. شاید فردا الله تعالی با این فرد به امتی سود برساند. سختی او را آسان کنی و در ازای آن الله تعالی سختی‌های روز قیامت را آسان کند. هر کسی که یک گرفتاری از گرفتاری‌های دنیا را بر مؤمنی آسان کند، الله یک گرفتاری از گرفتاری‌های روز قیامت را بر او آسان خواهد کرد. و هر کس سختی یک درمانده را آسان کند، الله در دنیا و آخرت بر او آسان خواهد کرد. حکیم ابن حزام که رضای خدا بر او باد، بر یاری رساندن به مظلومان حرص می‌ورزید. چرا که برطرف کردن گرفتاری مظلوم و آنچه که در دل او از شور اشتیاق برای یاری گرفتن است، بدون شک دارای اجر است. پس بعضی از آنها از او تشکر کردند، چرا که به این و آن یاری می‌رساند و برای این و اون واسطه می‌شد و او صحابی بزرگواری بود که پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. پس بعضی از آنها از او تشکر کردند. به آنها گفت که از من تشکر نکنید. همانا ما میپنداریم برای مقام و منزلت زکاتی وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در طول زندگی خود در کارهایش و در قبال او به سوی پروردگارش به خاطر می آورد که همانا او در پیشگاه الله تعالی خواهد ایستاد، همان گونه که پیامبران و رسول و بقیه انسانها در پیشگاه الله تعالی خواهند ایستاد و در نتیجه پیامبر نیز برای چنین وقتی تلاش می کرد و هیچ مظلومی را نمی یافت مگر اینکه او را یاری می داد. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از صلح حدیبیه با قریش تمام کرد، صلح را نوشت و در ضمن بندهای این صلح این بود که
هر آن کسی که از مسلمانان مرتد شود و به نزد قریش بیاید آنها خواهند پذیرفت. و هر آن کسی که از قریش مسلمان شود و به نزد مسلمانان برود پذیرفته نخواهد شد. ولی در مکه قبایلی وجود داشتند که از ضمن آنها بکر و خزاعه بودند. خزاعه گفتند که ما با رسول الله هستیم و این بعد از پیمان بود. بعضی از آنها مسلمان بودند و بعضی غیر مسلمان. ولی همه آنها یاریده مسلمانان شدند و بکر گفتند که ما با قریش خواهیم بود. پس جنگ بین قریش و یارانش و بین پیامبر و یارانش به مدت 10 سال متوقف شد. 1 سال یا 1 سال و 6 ماه نگذشته بود که بکر بر خزاعه تعدی کرد و شبانه به سوی آنها هجوم بردند و قریش به آنها با سلاح و اسب و همانند اینها مددرسانی کرد تا اینکه به سوی آنها هجوم بردند. مردی به نام عمرو بن سالم به راه افتاد. از نزدیکی مکه به راه افتاد تا اینکه به مدینه رسید. او مظلوم بود و میدانست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مظلومین خواهد ایستاد و سختی را بر آنها آسان می‌کرد. به پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد. در حالی که پیامبر بین اصحاب خود نشسته بود و فریاد زد، گفت: پروردگارا، من محمد را یادآور می‌شوم و پیمان ما و پیمان پدران پیشین او را. شما فرزند بودید و ما پدر با وجود این اسلام آوردیم و دست از یاری شما نکشیدیم. پس بارالله به رسول الله نصرتی ابدی ده، بندگان الله را فراخوان تا برای کمک رسانی حاضر شوند. همانا قریش عهد تو را شکستند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای عمرو بن سالم، تو را یاری خواهیم کرد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ارتش خود را آماده کرد و برای یاری رساندن به این مظلومان شتافت. چقدر مظلوم وجود دارد که دارای اموالی است که نمیتوانند آن را بیرون آورد. چقدر دانشجوی مظلوم وجود دارند که از دانشگاه او را بیرون کردند به خاطر اینکه واسطه‌ای ندارد که در آنجا به او کمک کند. چقدر مظلوم وجود دارند که از دیدن پسر یا دختر خود منع شدند. چه تعداد زنان منع شدند، چه مقدار طلاق بین زن و مرد انجام شد و سپس زن را از دیدن فرزندان خود منع کردند و به او ظلم شد. زنانی که از روی اشتیاق برای دیدن جگرگوشه خود گریه می کنند در حالی که از دیدن او منع می شوند. چه کسی به او یاری خواهد رساند؟ هر آن کسی که گرفتاری او را آسان کند، الله تعالی یک گرفتاری از گرفتاری‌های روز قیامت را بر او آسان خواهد کرد. گرفتاری برانگیخته شدن دوباره، گرفتاری صراط، گرفتاری میزان، گرفتاری سوال در مورد اعمال، گرفتاری مسلمانان و ستم دیدگان را آسان کن تا الله در روز قیامت گرفتاری‌های تو را آسان کند. بعضی وقتها کسی را میابی که زن او در بیمارستان زایمانی کرده ولی او را ترخیص نمی کنند به خاطر اینکه پول پرداخت نکرده. پس تو بیا و بدهی او را پرداخت کن. کسی که نیاز به عمل جراحی داره. ای جماعت، به الله قسم، من کسی را می شناختم که برقکار بود و در حالی که مشغول به کار بود بعضی از سیمها ناگهان به سر او اصابت کردند و بعد از اون شکاف بسیار بزرگی بر سر او ایجاد شد و از بالا پرت شد. نیاز بود که او در بیمارستان مداوا بشه. نیاز به 6,000 ریال معادل $1,500 بود. به الله قسم آن مبلغ را نیافت. به الله قسم. و نزد خانواده خود با سر باند بسته باقی ماند، در حالی که بعضی وقتا به هوش می آمد و بعضی وقتا از هوش می رفت. 3 هفته را این گونه گذران، چرا که کسی را نمی یافت که پول بیمارستان را برای او پرداخت کند تا عمل جراحی را برای او انجام دهد. چه زیباست که اگر کسی بیاید و نه فقط سختی او بلکه سختی تمام خانواده او را برطرف کند، سختی همه خانواده را که به سبب پدرشان زندگیشان به غم و اندوه تبدیل شده. کسی که نه تنها از امرار معاش محروم شد بلکه نیاز به پول برای دوا درمان نیز دارد. پس باید آنها را دریابید. بین یک مرد و پسرش مشکل وجود دارد و پسر پدر خود را رها کرده و خارج شده و به نزد پدر خود برنگشته و به او نیکی نکرده. یا اینکه ممکن است که بین دختری و مادرش مشکلی باشد و از آن روزها یا ماهها گذشته باشد. به الله قسم خوشا به حال آن کسی
که گرفتاری اشتیاق مادر را برای دخترش برطرف کند یا اینکه شوق پدر برای فرزند را برطرف کند. هر کسی که یک گرفتاری از گرفتاری‌های مسلمانی را آسان کند، الله یک گرفتاری از گرفتاری‌های روز قیامت را بر او آسان خواهد کرد. یکی از دلایل سخت بودن گرفتاری‌ها در روز قیامت آن گرفتاری‌هایی است که انسان برای مردم در دنیا به وجود می‌آورد. به این معنا که از یک شخصی پولی قرض کردی و سپس آن شخص آمد و گفت ای برادر پولم را به من برگردان و تو بگویی که بسیار خوب فردا و پس فردا. پس از آن شخص در گرفتاری افتاده، یه دفعه به تو زنگ میزند و دفعه دوم در خانه‌ات میآید و دفعه بعد نامه‌ای میفرستد. وقت کشی انسان پولدار ظلم است. اگر تو پول داشتی جایز نیست که آن را به تأخیر بیاندازی. اگر او را وارد یک گرفتاری کردی در واقع خود را وارد یک گرفتاری در روز قیامت کردی. هر کسی که بین یک مادر و فرزندش جدایی بیاندازد، الله تعالی بین او و یارانش در روز قیامت جدایی خواهد افکند. انسانی که بین زن مطلقه خود و بین فرزندانش جدایی افکند یا بین خواهر خود اگر مطلقه باشد و بین فرزندانش به سبب اختلاف بین او و شوهرش جدایی افکند یا ممکن است بعضی وقتها پدری دخترش طلاق داده شود یا اینکه مشکلی بین او و شوهرش به وجود آید و بیاید بین او و شوهرش جدایی افکند و مانع از بازگشت او به سوی شوهرش شود و او را دچار گرفتاری و شوهرش را دچار گرفتاری کند، این خود را در روز قیامت وارد گرفتاری خواهد کرد. بشیر پدر نعمان ابن بشیر که خداوند از او راضی باشد به سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفت. در آن هنگامی که نعمان کوچک بود وی نیز به همراه او بود، گفت ای رسول الله من یک غلام به این فرزند خود عطا کردم. یعنی برده هایی داشت که با پول خود خریده بود. پس این جزو اموال او به حساب می آمد. گفت ای رسول الله من به این پسرم غلامی بخشیدم ولی مادرش راضی نشد مگر اینکه رسول الله را گواه قرار دهم. چرا که مادر می ترسید که مبادا برادران این غلام را بعد از وفات پدرشان از پسرشان بگیرند. بنابراین خواست که رسول الله شاهد قضیه باشد برای اینکه ضامن حق پسرش باشد. گفت که من به این پسر خود غلامی عطا کردم ولی مادرش راضی نشد مگر اینکه رسول الله را گواه قرار دهم. گفت ای رسول الله گواه باش که همانا من به این فرزندم غلامی بخشیدم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود آیا به همه فرزندانت غلام بخشیدی؟ یعنی تو دارای تعدادی غلام هستی و به همه فرزندانت تقسیم کردی؟ آیا به همه فرزندانت غلام بخشیدی؟ گفت نه، یعنی من برده‌های زیادی ندارم تا به همه آنها ببخشم. فقط به این یکی پسرم بخشیدم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آیا دوست داری که در احسان کردن به تو همه یکسان باشند؟ گفت آری. پس گفت تقوای الله را پیشه کنید و بین فرزندان خود عدالت برقرار کنید. برو و برای این بخششت شاهد دیگری پیدا کن، چون من بر ظلم گواهی نمی دهم. این ظلمی در حق دیگر فرزندان است که به کسی از آنها چیزی بدهی و بقیه را محروم کنی. پس پیامبر از شاهد بودن در این ماجرا سر باز زد. هر ظلمی را که انسان در حق دیگران روا می دارد، حال اینکه در دادن اموالشان به آنها ظلم کند یا اینکه در دادن حقوقشان به آنها ظلم کند. بعضی وقتا مردم به نزد کارمندی میآیند و به او میگویند که برگه های ما را بده، پروانه های ما را درست کن، پس آنها را به تأخیر میاندازد و میگوید فردا پس فردا. مانع رسیدن مردم به حقوقشان میشود. ای برادر حق من است که برگه هایم را امروز به من تحویل بدهی. ای برادر حق من است که حقوق ماهیانم را به من بدهی. حق من است که اسم پسرم را در آمار ثبت نام کنی. این خود را در گرفتاری‌های روز قیامت دچار خواهد. همان گونه که هر کسی گرفتاری‌های مردم را برطرف کند و به جانب آنها بایستد، در مقابل هر کسی که مردم را وارد گرفتاری و مشقت کند و بر آنها سخت بگیرد، الله تعالی در روز قیامت از او سؤال خواهد کرد که چرا این چنین کردی و چرا آنچنان کردی؟ به همین سبب سلف صالح که رضای الله بر آنها باد و همچنین انسان‌های صالح به صورت عام در مورد هر چیزی که
از آنها سر میزد دقت میکردند، چرا که آنها میدانستند که در روز قیامت از آنها درباره آن سؤال خواهد شد. معاویه ابن حکم روزی به نزد پیامبر آمد و سؤال کرد و گفت ای رسول الله، من دارای کنیزی هستم که چوپانی گوسفندها را میکند. یک روز با گوسفندان بیرون رفت و یک گرگ به گله حمله ور شد و گوسفندی را برد. یک گوسفند را برد و زن کنیز از گوسفندان غافل بود، وگرنه می توانست که آن را براند یا اینکه سگی را که همراه خود داشت به سویش بفرستد، ولی او غافل شد و گرگ گوسفند را برد. سهل انگاری. معاویه که خداوند از او راضی باشد گفت که من از بنی آدم هستم و همان گونه که خشمگین می شوند من نیز خشمگین خواهم شد. یعنی من همانند دیگر مردم عصبانی می شوم. ای رسول الله. بر او خشم گرفتم و بر صورتش سیلی زدم. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد مالی سوال نمی کند که به او نداده باشد و نه زندانی که او را در زندان حبس کرده باشد. او فقط در مورد زدن یک سیلی سوال می کند. معاویه می گوید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این امر را بزرگ نشان داد. آن را بر من بزرگ کرد، یعنی شروع به ملامت کردن او و پند دادن فراوان او و اینکه چرا او را زدی، برای چه این کار را انجام دادی. میگوید این امر را بر من آنقدر بزرگ کرد که گفتم ای رسول الله، آیا او را آزاد سازم؟ یعنی من آمادگی دارم که او را آزاد کنم، نه فقط اینکه از او عذرخواهی کنم، بلکه آن کنیز را در راه الله آزاد سازم و آن را نفروشم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را فراخواند و از او سوال کرد که الله کجاست؟ گفت در آسمان. گفت من چه کسیم؟ گفت تو رسول الله هستی. گفت که او را آزاد کن، همانا او مؤمن است. پس او را آزاد کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرص می‌ورزید که اصحاب خود را به این گونه تربیت کنند که برحذر باشید، رو در روی شما گرفتاری وجود دارد. برحذر باش. از همین امروز خود را برای آن روز آماده کن. به همین جهت صحابه که رضای خدا بر آنها باد، بر انجام کار خیر حرص می‌ورزیدند و از هر آنچه که ممکن است آنجا به آنها ضرر بزند دوری می‌کردند. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه هرمز يوما خزائن